درود دوستان، یک ترفند برای ویندوز 11 که هیچ کی تا امروز بهتون نگفته. کلیدهای ویندوز شیفت اس رو میزنیم، یک کادر اینجا تشکیل میشه. میتونید اسکرین شات بگیری و میتونید رکورد فیلم برداری داشته باشی. برای اسکرین شات گزینه‌های رکتانگل 4 گوش، ویندو، فول اسکرین و فری فرم رو داره که میتونی هر جا که دوست داری خط بکشی دورش بعد کپچر کنه. توی فیلم برداری هم میتونی دقیقاً جاهایی که میخوای و برات فیلم برداری کنه. برای نمونه اینجا یه چهارگوش میکشم، میگم این بخش رو میخوام برام فیلم برداری کنی، استارت، و این آغاز به فیلم برداری میکنه. خب ما میایم برای آزمایش یک بخشی رو گزینش میکنیم. اینجا رو ببینید داره فیلم میگیره. خب برای نمونه میرم توی ویدیوز، یه دونه کلیپ رو پخش میکنم. خب میام کوچیکش میکنم میذارم اینجا. به همین سادگی. بفرست برای دوستات.